سلام دوستان، امین هستم. با جلسه اول ویدیوهای نتورک پلاس فور سکیوریتی در خدمتتونم. اما قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم و هر حرف اضافه‌ای بزنیم و اینها، بریم ببینیم که این دوره قراره برای چه کسانی باشه، برای کیا مفیده، به درد چه کسانی میخوره و اصلا هدف از ساخت دوره چی. خب من تخصص خودم نتورک نیست، شاید خیلی از مفاهیم زیر ساخته نتورک هم بلد نباشم، اما اینجا قرار نیست ما این دوره رو برای کسایی ضبط کنیم که مثلا میخوان نتورک ادمین بشن یا مثلا دیزاینر شبکه بشن یا نه کارهای تخصصی این شکلی انجام بدن. هدف ما اینه که با یک سری مفاهیم نتورک آشنا بشیم که این مفاهیم فاندامنتال و پیش نیازهای یادگیری امنیت به خصوص به اپلیکیشن سکیوریتی هستند. یعنی ما خیلی این ویدیوهایی که ضبط میکنیم شاید منطبق و ویدیوهای دیگه که شما به عنوان نتورک پلاس و اینها میبینید نباشه. اونها مثلا ممکنه یه جاهایی رو خیلی توضیح بدن که ما اصلا سمتش نریم، یا مثلا وقتی میرسن به یه پروتکلی مثل HTTP یا DNS اونجا صرفا یه معرفی میکنن تو دورای نتورک پلاس و اینها و ازش رد میشه. ولی ما توی بعضی از این جاها مثل همین پروتکل های لایه اپلیکیشن به خصوص HTTPS و چیزهای شبیه این خیلی میمونیم و خیلی زوم میکنیم. شما این ویدیوها رو میتونید جمعه ها مشاهده کنید. حالا جمعه ها ضبط میکنم یا جمعه یا شنبه بارگذاری میشه و میتونید این دوره ها رو ببینید. اما پس این دوره برای کسی که میخواد نتورک پلاس رو به عنوان یک پیش نیازی برای یادگیری مثلا دوره های CCNA یا مثلا MCSE یا اینها ببینه شاید خیلی کاربردی نداشته باشه. اما برای کسی که میخواد وارد دنیای امنیت بشه احتمالاً کارآمد و مفید باشه. یعنی شما مفاهیمی که نیاز دارید رو اینجا یاد میگیرید، چرا که خب اگه این مفاهیم رو بلد نباشید جلوتر توی کورس ها، تو کتاب های امنیت که مشاهده کنید احتمالاً یک سری کلماتی میشنوید که خیلی براتون گنگن، خیلی براتون ناواضح و ناآشنا. اما جلسه اوله که این ویدیوها رو رفرنسی که ازش مطالب بیان شده کتاب کامپیوتر نتورکینگ تاپ دان اپروچ فرنس ادیشن که الان فکر کنم ادیشن 8 هم اومده، آقای کروز و راست هستش. این کتاب یک کتاب دانشگاهیه به عنوان درس شبکه توی دانشگاه‌های کشور تدریس میشه. خیلی از دانشگاه‌ها تدریس میکنن. ترجمه هایی هم داره، یه ترجمه دکتر آنالویی ترجمه خوبیه نسبتا اینها، ولی خب یک کتاب رفرنس بسیار ارزشمندیه. شما اگه سرچ کنید تو اینترنت، حالا من تو چنل هم میذارم PDF شو، سرچ هم بکنید تو اینترنت هستش، چیزه خاصی نیستش. خیلی کتاب مفید و خوبیه. این کتاب این کلمه تاپ دان اپروچ که میگه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما اول به این مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری فصل اول به صورت کلی بیان میشه، یعنی تمام لایه ها گفته میشه، تعاریف و معانی گفته میشه و بعد از اون توی هر فصل زوم میشه روی یکی از این مباحث که شما اگه نگاه بکنید در فصلای این کتاب رو توی فصل اول راجع به What is the Internet صحبت میکنه، راجع به اینترنت صحبت میکنه به عنوان بزرگترین شبکه کامپیوتری موجود. بعد میاد مثلا یه سری تعاریف انجام میده، میاد راجع به پروتکل های OSI و اینها صحبت میکنه، کمی حتی امنیت میگه و بعد از اون توی هر فصل راجع به یکی از لایه ها صحبت، یعنی یک فصل راجع به اپلیکیشن لایر
بحث میکنه. فصل بعدی مثلا راجع به ترانسپورت لایر بحث میکنه و خیلی دیگه عمیقه. ما نیازی نداریم و نمیخوایم هم این کتاب رو به صورت کامل و خیلی چیز بخونیمش، چون خیلی کتاب عمیقیه واقعا. یعنی شاید یک رفرنس فوق‌العاده‌ای باشه نسبت به همه اون کتاب‌های نتورک پلاس که شما می‌بینید. این کتاب خیلی مفاهیم بیشتر و بهتری گفته و به عنوان یک رفرنس دانشگاهی خیلی خوب شناخته میشه. اما راجع به فصل 1 ما می‌خوایم این کتاب رو رفرنس قرار دادیم و می‌خوایم از روش کمی صحبت کنیم، کمی بحث کنیم و اینها. امروز قصد داریم که تا سر مباحث لایه‌های شبکه صحبت کنیم و جلسه بعد راجع به مدل OSI شاید کمی متفاوت‌تر از اون چیزی که دیدید و خوندید، حالا به عنوان صرفاً اینکه اینها یه لایه‌هایی و اینها، خیلی عمیق و خیلی دقیق می‌خوایم اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. حالا بعضی از جاهای کتاب دیگه مثلا راجع به محاسبات ریاضی و محاسبه تأخیر رسیدن پکت ها از یک نود به یک نود دیگه و اینها بحث میکنه. ما دیگه راجع به اینها بحث نمیکنیم. ما مفاهیمی که فقط مورد نیاز خودمون رو میگیم و 2 جلسه اولی که شما مشاهده میکنید بحث ما راجع به مفاهیم اولیه شبکه است و رفرنس ما این کتابه که میذارم و اگه دوست داشتید بخونید. حتی اگه حالا جاهای دیگه ای از این کتاب رو، یعنی اون فصل ها و تایتل هایی که ما نمیگیم. چرا نمیگیم؟ به خاطر اینکه این فصل ها راجع به مثلا محاسبات تأخیر دیلی ها و اینها ما خیلی به کارمون نمیاد. هر چیزی که نیاز باشه رو میگیم و ازش رد میشیم، ولی برای مطالعه بیشتر PDF کتاب رو توی کانال قرار میدم. خب پس ما یک معرفی کلی از دوره و اینکه هدف دوره چیه و چرا باید این مفاهیم رو یاد بگیرید معرفی کردیم. ببینید، یادگیری شبکه برای کسی که میخواد امنیت کار کنه یک موضوع بسیار مهمی. یعنی شما اونجا با آسیب پذیری هایی سر کار دارید، با ابزارهایی سر کار دارید که این ابزارها و این آسیب پذیری ها مثلا توی پروتکل های لایه اپلیکیشن هستند. و اگه شما مفاهیم اونجا خوب ندید اونجا گیر میکنید. یعنی اونجا مثلا من بیام کمی جلوتر مثلا راجع به وب سرورها باهاتون صحبت کنم، بعد شما مثلا HTTP رو نشناسید، قاعدتا خیلی به کارتون نمیاد. فرق بین مثلا متدهای مختلف HTTP مثل گت و پست و پوت و نمیدونم دیلیت و اینها رو ندیدید، خب مشخصا خیلی جا کارتون گیر میکنه. ولی این دوره به نظرم میتونه بهتون کمک کنه که این اشکالات و این سوالهایی که دارید در ذهنتون حل بشه. اما شبکه چی؟ سوال اول، یعنی موضوع اولی که میخوایم راجبش صحبت کنیم اینه که نتورک چیست. اینجوری تعریف کرده که a network is a collection of interconnected devices and systems that communicate with each other. ببینید این تعریف خیلی تعریف مهمیه. ما وقتی راجع به شبکه صحبت میکنیم داریم راجع به یک سری دیوایس صحبت میکنیم. این دیوایس ها میتونن PC های معمولی باشن، حالا ما بهشون میگیم کلاینت، راجع بهشون صحبت میکنیم، خیلی نگران این کلمه ها نباشید. میتونن یک سری سرور باشن، این وسط یک سری ابزارهای مسیریابی وجود دارند، یک سری کابل وجود داره این وسط و اینها به هم دیگه متصل شده. حتی ممکنه جایی یک کامپیوتری به یکی از اینها به صورت وایرلس وصل شده باشه. پس مفهومی که ما دنبالشیم و راجبش بحث میکنیم چیه؟ ما میگیم که شبکه‌های کامپیوتری مجموعه ای از ابزارها و دیوایس ها هستن که به یکدیگر متصلن و یه نکته مهمی دارن. اینها قراره با هم دیگه کامیونیکیت کنن. کامیونیکیت کردن یعنی اینکه یک سری
اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن، به همدیگه ارسال کنن و از همدیگه دریافت کنن. یکم همینجا صحبت کنیم چند تا شبکه کامپیوتری کوچیک و بزرگی که حالا همه ماها باش آشناییم رو ببینیم چیه. مثلا همین الان که من دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم، یه گوشی موبایل دارم که این گوشی موبایلم یک شبکه هات اسپاتی درست کرده و یه لپتاپی دارم که این لپتاپ وصل شده به شبکه‌ای. یعنی چی؟ یعنی گوشی موبایل من، شما وقتی گوشی موبایلتون رو هات اسپات میکنید و با یه کامپیوتر دیگه به این متصل میشید یا با یه دیوایس دیگه، حتی یه گوشی دیگه به این متصل میشید، اتفاقی که میفته اینه که شما یک شبکه کوچیک کامپیوتری دارید که اینها با هم دیگه داده های رو جابجا میکنن. یعنی شما مثلا فرض کنید حالا این آنتن سلولار ایرانسل که گوشی شما داره از این آنتن میگیره، خب شما کامپیوترتون به این وصل شده، این از اینجا اینترنت میگیره، اینترنت رو به اشتراک گذاشته با این و دارن خیلی راحت با هم دیگه کار میکنن. یه شبکه خیلی کوچیک. شما وقتی گوشیتون رو، حتی ممکنه اینترنتی این وسط نباشه، یعنی شما فقط گوشیتون رو هات اسپات کرده باشید و یه گوشی دیگه هات اسپات شده باشه، ببخشید متصل شده باشه به شما و مثلا دارید با هم دیگه یه بازی انجام میدید، مثلا کلش آف کلنز بازی میکنید، نمیدونم بازی های شبکه چجوریه، کال آف دیوتی بازی میکنید و اینها. خب این اتفاق یعنی اینکه شما یک شبکه کوچک کامپیوتری دارید. توی بانک که تشریف میبرید، شما وقتی میرید یک دستگاه ATM آبر بانک و کارتتون رو قرار میدید و یه پولی از این دریافت میکنید، اتفاقی که میفته چیه؟ این وصل و متصل است به یک شبکه بزرگی از شبکه بانکی که در جا به اون شبکه اطلاع میده که آقای فلانی اومد و مبلغ اینقدر پول برداشت کرد و همه جا به همه کامپیوترها و سرورهای بانک اعلام میشه، سرورهایی که برای این کاره، آقای فلانی موجودیش انقدر کم شد. اونجا هم شما یک شبکه کامپیوتری دارید و شبکه های کامپیوتری شاخصه‌شون اینه که این شبکه ها مجموعه دیوایس هایی هستند که به همدیگه متصلند و دارن یک سری دیتا رو با همدیگه کامیونیکیت میکنن. هر چیزی که اینجوری به ذهنتون میاد، نمیدونم صفحه لپتاپتون رو حالا نه با HDMI، با بلوتوث میندازید و تلویزیون خونتون یه شبکه دارید درست میکنید، هر چیز دیگه. خب از این مفهوم شبکه است. اینجا میگه که it can comprise of computers, servers, routers, switches and other hardware components. یک کامپوننت های دیگه سخت افزاری as well as software protocols. ببینید ما وقتی صحبت از شبکه میکنیم، یعنی وقتی که داریم میگیم آقا شما یه کامپیوتر اینجا داری، یه سروری اینجا داری، اینها از طریق یک سویچی مثلا به هم دیگه متصلن و این سویچ متصل است به یک روتری، حالا راجع به اینا صحبت می‌کنیم و این روتر وصل شده اینجا به شبکه جهانی اینترنت. اتفاقی که میفته چیه؟ ببینید اینجا ممکن فقط این سخت افزارها نیستن که به عنوان شبکه شناخته میشن، یک سری سافت‌ویر هم وجود داره. مثالش چیه؟ مثلا توی شبکه کامپیوتری اینترنت شما سرچ میکنی google.com، اتفاقی که میفته چیه؟ یک پیغام از کامپیوتر شما به سرورهای google.com میره، راجع به دامین یو آر ال مفصل بحث میکنه، میره و یک صفحه‌ای برای شما نمایش داده میشه، اصطلاحا میگیم رندر میشه. رندر کردن صفحه همون نمایش صفحه توی وب برای شما نمایش داده میشه و شما اون صفحه رو میبینید، توی سرچ میکنی، یه سری کارها اینجوری میکنی. این ارتباطه با یک سری
پروتکل لایه شبکه اتفاق میفته. و ما میخوایم راجع به اینها هم به صورت مفصل چیکار کنیم؟ با شما بحث کنیم. پس این هم یه نکته دیگری که باید به شما گفته میشه. پس تعریف شبکه رو احتمالا یاد گرفتید. به نظرم خودتون میتونید چند تا مثال الان برای خودتون بزنید به عنوان اینکه چه شبکه‌هایی رو تو ذهن خودتون میشناسید. اما اینجا راجع به یک موضوعی صحبت میکنه به عنوان What is the Internet. بزرگترین و گسترده‌ترین شبکه کامپیوتری که در حال حاضر در دنیا وجود دارد اینترنت هست. یک شبکه بسیار بزرگ در سر تا سر دنیا، همه بهش متصلند، انواع دیوایس ها و کلی کابل ارتباطی، کلی سرور، کلی انواع دیوایس ها و شبکه ها با انواع روش های ارتباطی به یکدیگر متصل شدن و این یک شبکه بزرگ. ببینید توی اون کتابی که من بهتون معرفی کردم کلا بحثش اینه، میاد این کتاب کامپیوتر نتورک تاپ داون اپروچ کاری که میکنه اینه که یک کیس استادی داره میکنه روی شبکه اینترنت به عنوان بزرگترین شبکه جهان. میاد این مثلا موقعی که ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم یعنی بعد توی اینترنت صحبت میکنیم، میگه این به عنوان یه شبکه دیگه بیاد براتون مثال بزنم. توی اینترنت مثلا تروپوت اینه، مثلا دیلی اینه، مثلا پکت لاست اینه، لایه شبکه توی اینترنت اینجوری کار میکنه. اینها ما هم توی این فصل اولمون و دوممون که میخوایم راجع به مفاهیم شبکه و لایه ها صحبت کنیم همین کارو میکنیم. یعنی کاری که ما انجام میدیم اینه که بیایم همین شبکه رو به این شکل به عنوان شبکه اینترنت راجبش صحبت کنیم که میگه کلی وبسایت، ایمیل، فایل شیرینگ، استریم مدیا، آنلاین گیم و اینها تو این شبکه بزرگ جهانی کامپیوتر که بهش میگن اینترنت وجود داره. میبینید شما اینجا من قصد دارم که این عکسی که اینجا شما مشاهده میکنید و یکم راجبش مفصل بحث کنم. ببینید اگه یادتون باشه ما گفتیم که شبکه های کامپیوتری مجموعه دیوایس های اینترکانکتد هستند. یعنی چی؟ یعنی به همدیگه این دیوایس ها متصلند. این اتصالی که در شبکه های کامپیوتری وجود داره میتونه از طریق وایر ها باشه، یعنی سیم ها باشه، کابل ها باشه، یا به صورت وایر لس باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بعضی وقتا توی خونتون، من یکم بهتون نشون بدم اینا رو که براتون کمی ملموس بشه. اینترنت یاد کنه. خب شما بعضی وقتا توی خونه هاتون میرید تشریف میبرید میخواید به اینترنت برسید، بعضیاتون تو خونه مودم مثلا وای فای دارید، میایید کاری که میکنید چیه؟ یک کابلی به این شکل که بهش میگن کابل ایترنت رو وصل میکنید به پورت ایترنت لپتاپتون. حالا لپتاپ جدید گاهن دیگه اینو ندارن این پورت رو، بخاطر اینکه بخواستن خیلی نازک باشن و اینها فقط یه یو اس بی دارن که تبدیل می‌خرید و این کارو میکنید و به اینترنت وصل میشید. یعنی یکی از روش‌های این که شما توی یک شبکه کامپیوتری قرار بگیرید و اون اینترکانکتد، اون اتصال به اون شبکه رو برای خودتون درست کنید، استفاده از این کابلاست. این کابل رو میزنید، یک سرشو میزنید به لپتاپ خودتون، یه سر دیگه‌شو میزنید به یه لپتاپ دیگه یا به یه سوئیچ دیگه، یعنی سوئیچ های کامپیوتری که مثلا اینجا 4 تا پورت اترنت وجود داره. 4 تا کامپیوتر میتونن
با این کابل‌های ایترنت بیاد داخل اینها قرار بگیره و همدیگه رو ببینن اصطلاحاً، یعنی با همدیگه شبکه‌شن. همونجوری که شما موقعی که داری بازی میکنی وای فای تو اینترنت تو یا شبکه تو هات اسپات میکنی و بقیه وصل میشن و ازش استفاده میکنن، اینجا هم شما 4 نفر میتونید یه سویچ شبکه بذارید و به همین شکل با همین کابل های اترنت به همدیگه وصلید. اینا کابل های اترنت هن که اگه دقت کنین این یک سری رشته سیم داخلشه به رنگ های مختلف که هر کدوم یه چیزی رو میگه، درست شده، پانچ شده و شما با این متصل میشید به یک شبکه که حالا ممکنه اون شبکه اینترنت باشه. این کابلا خیلی شبیه این کابلای تلفن قدیمی هن دیگه. حالا فکر میکنم به اینا میگفتن RJ15، به اینا میگن RJ45. به این کابل ها یک سری کابلای اینا یه ذره کوچیک‌تر بودن، فون کابل بودن. اگه یادتون باشه دیده باشید پشت تلفناتون رو نگاه کنید حتما اینا وجود داره و میبینید. ولی کابل های اینترنت کمین کابلشون و تعداد رشته سیم هایی که دارد بزرگتره و شما میتونید با اینها به اینترنت متصل شید. میگم همه شما احتمالا این کابل ها رو دیدید. به این کابل ها میگن کابل های اترنت. خیلی خوب. و پس ممکنه این اینترکانکتد بودن و این اتصال به شبکه کامپیوتری از طریق سیم باشه یا حتی حالا توی شبکه های بزرگتری که وجود داره ممکنه که این اتصال مثلا از طریق فیبرهای نوری باشه که البته من یه فیبر نوری هم براتون سرچ کنم بیاره. یک سری رشته سیم های دیگه به عنوان فیبر نوری که حالا اینها تفاوتشون اینه که اینا خیلی سرعت انتقال داده ها و میزان داده هایی که میتونن از خودشون گذر بدن خب قاعدتا بیشتره دیگه. یعنی شما یه موقعی یه کامپیوترتون میخواد متصل شه به اینترنت، یه موقعی یک شبکه بزرگی دارید، یه شبکه کشور میخواد وصل شه به اینترنت و اینها. حالا راجع به اینا صحبت میکنید که چجوری اتفاق میفته و اینها از فیبر نوری استفاده میشه. حالا تو اخبار هم زیاد میبینید دیگه، انجام 8 کیلومتر حفاری برای توسعه فیبر نوری فلان اینا یعنی همین به عنوان همین کابل هایی هستن که برای اتصال توی شبکه ازشون استفاده بشه. ممکن هم هست که این اتصال وایرلس باشه، یک آنتن مثلا ایرانسلی باشه یا آنتن همراه اولی باشه یا آنتن MSI نمیدونم رایتلی باشه یا نه اصلا وای فای این مودم وای فای خونتون باشه و شما بهش با 2 تا کامپیوتر مختلف به هم دیگه متصل شید یا گوشی های موبایلتون از طریق این آنتن ها به هم دیگه وصل بشن. پس این اینترکانکتد بودنه ممکنه که وایرلس یا کابلی باشه که اینجا توی این شکل میبینید. بعضی از این کامپیوترها با سیم به هم دیگه بچن. این سویچه، این شکلی که شما توی تصاویر به این شکل میبینید اینا سویچن. سویچ راجبه وقتی برسیم پروتکل های لای شبکه بگیم راجبه سویچ خیلی مفصل بحث میکنیم، اما سویچ ها در حقیقت همین چیزهایی هستند که شما میبینید دیگه. مثلا آره اینها رو احتمالا خیلی به چشتون خورده توی دانشگاه ها، توی بیمارستان ها، اینا یه جایی تو دیوار یه همچین دیوایسی شما احتمالا مشاهده کردید که کلی کابل بهش وصله و کامپیوترهای مختلف اون سازمان و اون مجموعه از طریق این کابل به همدیگه متصل میشن. نکته ای که باید بدونید اینه که این سویچ ها برای داخل یک شبکه هستند. یعنی چی؟ حالا بذار جلوتر راجعش مفصل بحث کنیم. این سویچ ها فقط کامپیوترها رو به هم وصل میکنن، دقیقا مثل همون مودمی که شما تو خونتون دارید. مثل حالا اون مودم ها شاید بعضیشون روتر هم باشه، اما اینا سویچن. اگه موقعی شما توی شکل های یه کتابی، یه جزوه، یه چیزی این علامتی که براتون
کشیدم رو دیدید منظورش همین سویچ هاست که یک سری پورت داره و کابل ها از طریق این پورت ها به هم دیگه وصل میشن و کامپیوترهای اون شبکه وقتی میخوان با هم دیگه حرف بزنن، یعنی شما مثلا یه کامپیوتری اینجاست یه کامپیوتری هم اینجاست، وقتی اینها میخوان با هم دیگه صحبت بکنن اون دیتایی که دارن رو ارسال میکنن به این سویچ و این سویچ حالا از روی اون بسته‌ای که اومده متوجه میشه این برای این کامپیوتره و اون رو هدایت میکنه به این خروجی تا برسه به این کامپیوتر مقصد مورد نظر شما. توی این شکل یک سری دیوایس دیگه میبینید که اینها شبیه سویچ ها هستن، اما به جای اینکه با مربع نمایش داده بشن با دایره نمایش داده بشن. اینها روترها هستند. روترها شما رو متصل میکنن به اینترنت، یه فقط برای شبکه داخلی نیستن. این خیلی عکس خوبی میتونه باشه برای ما. ببینید اینجا رو سویچ ها کاری که انجام میدن چیه؟ این سویچ، این روتره. سویچ ها کاری که انجام میدن چیه؟ کاری که انجام میدن اینه که یک سری کامپیوتر رو، یک سری دیوایس رو به همدیگه متصل میکنن و یک شبکه کامپیوتری به وجود میارن. روترها کارشون چیه؟ دو تا شبکه مختلف رو به همدیگه وصل میکنن. یعنی کامپیوترها به سویچ وصلن، هر کامپیوتر به یک سویچی وصله و این سویچ ها هستند که به روترها وصلند و متصلند. پس تفاوت سویچ و روتر اینه، ما وقتی که راجع به سویچ ها صحبت میکنیم یعنی یک سری کامپیوترن که اینها به همدیگه متصل شدن. اما روترها چی هست؟ روترها دو تا شبکه هست. مثلا این شبکه، مثلا فرض کنید شبکه دانشگاهی یه دانشکده است، مثلا این شبکه یه دانشکده دیگه است تو دانشگاه و همه اینها با همدیگه با یک روتری به همدیگه متصل میشن. یعنی مثلا اون دانشکده الف 10 تا کامپیوتر داره، اینها به هم متصلن و یه دانشکده دیگه 5 تا کامپیوتر داره، اینا هم به هم متصلن. حالا برای اینکه این دو تا دانشکده به هم دیگه وصلن از یه دیوایسی به نام روتر استفاده میکنن. اینها به همینجا بحث ما متوقف نمیشه ها، چون که این وقتی که راجع به لایه‌های شبکه صحبت بکنیم اونجا باید بحث کنیم راجع به این که آقا این روترها و سویچ‌ها چه فرقی میکنند ماهیتاً و ذاتاً، که مثلا سویچ میتونه چند تا کامپیوتر رو به هم وصل کنه اما روتر میتونه چند تا نتورک مختلف رو به هم دیگه متصل بکنیم. تفاوت اینها در چیه رو وقتی میتونیم بگیم که لایه‌های شبکه مورد بررسی قرار بگیره و بخونیمش. پس اینجا هم شما میبینید اینجا یک شبکه‌ای وجود داره، هیستوری روتر وجود داره، یعنی اون جایی که این شبکه‌های مختلف ما هر کدوم از این آبیای شبکه در حقیقت به هم دیگه متصل شدن، همه رو می‌بینید این کنارشون دیگه اون جایی که میخواد وصل شه به شبکه دیگری یک روتر قرار داره. تو همه این حالا ممکنه داخلشون اینجوری نباشه، یعنی اینجا یه شبکه اینجوری توی یه سویچی وجود داره، یه شبکه دیگه به یه سویچ دیگه وجود داره، این وصل به یه روتر، این وصل به یه روتر دیگه. این روترها خودشون به هم وصلن، ممکنه اینا یه دونه دو تا ورودی ندارن، معمولا روترها خودشون چند تا ورودی دارن. دوباره اینا خود این روترها به یه روتر دیگه وصلن که اون روتر وصلش کرده به یک شبکه دیگه ما رو. و اینجا یک کلمه و مفهومی شما میبینید که کلمه و مفهوم بسیار مهمیه به نام ISP Internet Service Provider. ببینید شما به این شکله، من بخوام اگه خیلی دقیق به شما بگم اینه که شما میرید توی خونتون یه دونه دیوایسی دارید، یه کامپیوتر، یه مودم وای فای هم، گوشیاتونم تو خونه، اما اینا فرض کنید که وای فای به این وصل. اگه دقت بکنید این مودم وای فایتون با یه کابل ایترنتی که الان میدونید چیه متصل شده به اون
پریز تلفن خونتون که اونجا هم یه کابل اترنت داره و وصل شده بود. پشت این چه اتفاقی میفته؟ حالا این سویچ ممکن بود، این روتر و سویچ خونگی شما ممکن بود که وایرلس باشه، ممکن است نه کابلی باشه، مثلا 2 تا 3 تا لپتاپش وصل کنید. اینا بستگی به اون سویچ. الان دیگه همه خونه ها معمولا وای فای دارن، سویچ وای فای. این پشت چه اتفاقی میفته؟ این پشت اتفاقی که میفته، این کابل وصل است به یک شبکه بزرگتری. این پشت یه شبکه است. این شبکه اسمش ISP، اینترنت سرویس پرووایدر. شما این ISP ها رو میشناسید. مخابرات، میگه اینترنت خونه‌مو هم مخابرات گرفتم، اینترنت خونه‌مو از شاتل گرفتم، اینترنت خونه‌مو از پارس آنلاین گرفتم. یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما مثلا به من بگی که اینترنت خونه‌مو از پارس آنلاین گرفته، یعنی من باید متوجه بشم که شما وقتی که این کابل رو زدی رفتی در یک متصل شدی به یک شبکه‌ای در ISP پارس آنلاین، متصل شدی به یک ISP شاتل و اونجا اون ISP ها هستن که باز به همدیگه متصلن. خیلی وقتا تو کشور، یعنی مثلا ISP پارس آنلاین و مخابرات و شاتل و اینها خودشون دوباره توی شبکه‌ای با روترها به هم وصلن و در نهایت متصل میشن به اینترنت جهانی. یعنی و اینترنت جهانیه که وجود داره و کشور ما بهش وصله. شما شنیدیم مثلا چند روز پیش کابل گرجستان قطع شده، اینترنت ایران زد. یعنی یکی از اون جاهایی که ما ازش اینترنت میگیریم، اون اتصال ما، یکی از اون کابل‌های ما قطع شده بود و تو اینترنت یه اختلالی به وجود اومده. پس شما یک شبکه خونگی دارید، این شبکه خونگیتون رو با کابل اترنت وصل میشید به یک پرووایدر اینترنت که این پرووایدرها خودشون به هم متصلن در یک کشور و در نهایت روترهای اون کشور وصل میشن به یه شبکه بزرگتر یا ISP بزرگتر در سطح جهانی. اینجا دقیقا این شکل رو میتونید ببینید. یا شبکه خونگی وجود داره، یه شبکه بزرگ وجود داره، یه موبایل نتورک وجود داره که یکی از توی ماشینش، یکی با موبایلش، یکی با لپتاپش وصل شده به یه آنتنی، به یه وایرلسی. اینا شبکه خونه است. این مثلا شبکه دانشگاه بزرگه. اینا در نهایت اومدن وصل شدن به ISP. حالا ممکنه این ISP یا ISP محلی باشه، یعنی شما یه دانشگاه خودش میتونه برای خودش ISP درست کنه، یا نه وصل شدن به یک ISP بزرگتر و چیزی مثلا مثل مخابرات متصل شدن به اونا که این ISP های کوچیک هم خودشون در نهایت متصل میشن به اینها و در نهایت این حالا شبکه اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، این ISP میبینین خطی که ادامه داره این وصل میشه دیگه به اون شبکه جهانی اینترنت و شما همه به همین کامپیوترهایی که تو این شکل میبینین، این دیوایس هایی که تو این شکل میبینین، همه به هم دیگه متصلن. یعنی شما اینجا یه پیغامی بخوای برای این موبایل بفرستی، میاد در این روترها، میاد داخل این ISP نشنال، میاد داخل این روتره، میاد داخل این و از طریق این میرسه به این آدمی که داخل این ماشین وجود. امروزه دیگه انواع دیوایس ها به شبکه متصلن. دوربین ها به شبکه متصلن، تلفن ها، شما این وایپ و اینها که میشنوید تماس میگیرید توی شبکه، میگه برای فلان با داخلی فلان تماس بگیرید. PS4 تون، PS5 تون، نمیدونم ساعت های هوشمندتون، حتی عینک های هوشمند و اسکوتر، همه اینها متصل شدن به شبکه اینترنتی. مثلا اینا یه مسیریابی دارن، این موبایل ها و ماشین ها اینا کلا همه اینها وصل شدن. یعنی اون شبکه جهانی اینترنت دیگه فقط کامپیوتر و کیس و
لپتاپ و موبایل و اینها توش نیست. کلی دیوایس از جنس‌های مختلف با کاربردهای مختلف توی این شبکه قرار دارن و هر کدوم هم به یک شکلی با یک نوع خاصی با همدیگه دارن ارتباط میگیرن. می‌بینید اینجا با وای فای وصل شدن، اینا با کابل‌های ایترنت وصل شدن. برای وصل شدن به یه دیتا سنتری که مثلا می‌خواید یه ویدیویی رو از فیلمو یا هر جایی آپارات یوتیوب ببینید، با یه پروتکل HTTP متصل میشید به اینها با یک پروتکلی به اسم IP که حالا راجعش صحبت می‌کنیم با هم دیگه بحث کنیم. این شکل یواش یواش ما روی این شکل زوم می‌کنیم، یواش یواش راجع به این HTTP مفصل صحبت می‌کنیم، راجع به TCP خیلی مفصل صحبت می‌کنیم. فقط بدونید که این کامپیوترها به این شکل وصل شدن و تفاوت سویچ و روتر و ها رو باید شما بلد باشید. نکته بعدی که شما خیلی توی مطالب شبکه‌ای باش مواجه میشید و خیلی ما میگیم پروتکل لایه اپلیکیشن، پروتکل لایه انتقال، پروتکل لایه دیتا لینک. اینها چی هست؟ ببینید پروتکل، یا مثلا شما حتی تو اخبار سیاسی کشور میگن پروتکل های سیاسی اجازه این کارو نداره. تو اخبار بهداشتیشون پروتکل های بهداشتی مثلا فلان. ببینید این پروتکل ها در حقیقت یک سری قانونن، یک سری قراردادند برای ارتباط گرفتن. همه اونها، یعنی شما گفتی تو پروتکل بهداشتی میگه وقتی میرسی ماسک بزن دوران کرونا، اینکه وقتی میرسی ماسک بزنی قرارداد بود دیگه. همین گفت آقا میخوای بری تو خیابون ماسک بزنید. ممکن بود یک کسی اینو رعایت کنه، ممکنه یه جایی بعضی این پروتکل‌ها رو شما رعایت بکنی یا رعایت نکنی یه دفعه خطر مرگ تو برات داشته باشه، خطر اینو داشته باشه کلا از اون شبکه طرد بشی، از اون شبکه جدا بشی و بیفتی بیرون. تو پروتکل‌های ارتباطی هم همینه. ما آدم‌ها وقتی که به هم دیگه میرسیم با یه پروتکلی با هم دیگه صحبت میکنیم. مثلا این خانومه وقتی به این آقای میرسه میگه سلام، جواب نداری، انتظار نداره تو جواب بشنوه که هوا چقدر خوبه، تو انتظار داره تو جواب بشنوه سلام. یعنی وقتی من به یه نفری میرسم و میگم سلام، انتظار دارم که با یک فاصله زمانی مشخصی من الان برسم به شما بگم سلام، شما برید دوراتو بزنی یه ساعت بعد به من بگی سلام. که نمیشه که. این یعنی تایمینگ مهمه. اینجا هم تو این توضیح گفتم تایمینگ درسته، فرمت هم مهمه. من به شما میگم سلام، شما مثلا به من بگی مثلا لامر، مثلا این حروف و فرمت اینا رو عوض کنی. خب نمیشه که. از اون فرمتینگ مهمه، سیکونسش هم مهمه، یعنی ترتیبش، که وقتی من گفتم سلام تو نمیگی هوا خوبه بعد من بگم که آره بعد بگی سلام. نمیشه که. این ترتیب و سکونس ارتباطی هم با هم دیگه مهمه. پس اون قوانین ارتباطی که ما آدم ها در روابطمون با هم دیگه داریم و فرمت، تایمینگ و سیکونسمون، یعنی ترتیب این پیغام هایی که به هم دیگه میدیم مهمه، همین دقیقا توی کامپیوترها وجود داره. یعنی دو تا کامپیوتر وقتی میخوان با هم دیگه صحبت بکنن، یک کلاینت وقتی میخواد وصل به یه سروری و باهاش صحبت بکنه، یک اول ارتباط TCP که راجعش بحث میکنیم ارسال میکنه، انتظار داره جوابش رو بگیره، بعد URL رو که میخواد ارسال میکنه، بعد فایلی رو که میخواد دریافت میکنه. یعنی اینها با یک ترتیب و قانون و قاعده‌ای با یکدیگر در ارتباط هست. شبکه‌های کامپیوتری، دیوایس ها توی شبکه اینجوری نیست که این اول یه TCP کانکشن بفرسته بعد اون فایل رو نه، خیلی مرتب توی بازه زمانی مشخص با یک تایمینگ مشخص هر کدوم میدونن که چی باید بدن و انتظار داشته باشن چی بگیرن. یعنی این کامپیوتر اول یه کانکشن برقرار میکنه، یه اتصال برقرار میکنه با اون سرور، اون سرور جوابش میده که آره آقا به من متصل شدی، بعد این میگه حالا من اینو ازت میخوام، مثلا این آهنگو میخوام دانلود کنم، این PDF رو میخوام دانلود کنم، آدرس اون آهنگ و PDF رو بهش میده و در نهایت جواب برمیگرده. ببینید همون نگاه تاپ دان اپروچ رو داریم ما. یعنی ما یه
2 جلسه دیگه من اینجا براتون یک سری ابزار ران میکنم که دقیقا ببینید وقتی یه فایلی رو میخواید از یه جایی دانلود کنید چه اتفاقی میفته، چه ریکوستی میره، چه ریکوستی میاد. این ریکوست ها برای ما مهمه که چی بدیم چی بگیریم، چی بدیم چی بگیریم. و راجع به اینها بحث میکنیم مفصل. خب میخوایم راجع به 3 تا موجودیت تو شبکه صحبت کنیم، 3 تا تعریف. یکی نتورک اج، لبه شبکه. یکی اکسس نتورک یا فیزیکال مدیا و یکی دیگه نتورک کور، هسته شبکه. یعنی ما این شبکه هایی که داریم رو میخوایم این 3 تا مفهوم رو تو 3 تا شکل، همون شکل معروف خودمون که از اون کتاب تاپ داون اپروچ برداشتیم، راجبش مفصل صحبت کنیم. وقتی راجب لبه شبکه صحبت میکنیم ما این دیوایس ها که خودمون رو میگیم. یعنی چی؟ یعنی کلاینت ها، سرور ها، دیتا سنتر ها. دیتا سنتر چند تا سرورن که مثلا یه چیزی رو دارن، مثلا فیلمی رو دارن برای ما استریم میکنن. این یخچال مون، موبایلمون، اینا میشن لبه شبکه. یعنی چیزهای، دیوایس هایی که خودشون، حالا من دیگه تو همون مثال شبکه‌ای میگم، شبکه اینترنت میگم، خودشون اینترنت دارن. این دیوایس هایی که خودشون مستقیم به اینترنت وصله دیگه. یعنی شما موبایلتو برمی‌داری، توش سرچ می‌کنی، یه چیزی رو می‌بینی. این میشه لبه شبکه. پس ما وقتی میگیم که آقا مثلا در یک شبکه کامپیوتری، ما بعداً تو امنیت و اینا که می‌خوایم بحث کنیم میگیم آقا از اون جایی که شما میخوای پن تستش کنی، میخوای تست نفوذ روی یک شبکه‌ای انجام بدی، میخوای روی شبکه‌ای تست نفوذ انجام بدی، فرض کنید اون شبکه هست، چند تا سرور داخلن، چند تا کلاینت داخلن، اینا همه به هم دیگه متصلن دیگه با یه سوئیچ. حالا دیگه من اینا رو انتظار دارید که احتمالاً من اینا رو درست بگم. چند تا کامپیوتر وجود داره و اینها به هم دیگه متصلن. ولی فرض کنید اینا هیچ کدوم به اینترنت دسترسی ندارن. خب منی که دارم تست نفوذ انجام میدم و پشت کامپیوترم اینجا نشستم، این وسطمونم با اون ISP ها و اینها وجود داره و اصطلاحاً اینترنت وسط ما قرار داره. خب من هیچ وقت نمیتونم یه دونه ریکوست به این کامپیوتر بفرستم. چرا؟ بخاطر این تو شبکه نیست، اصلا این تو شبکه اینترنت وجود نداره که ما همدیگر ببینیم. گفتیم دیوایس هایی که توی شبکه هستن میتونن با هم یه کامیونیکیت کنن. من نمیتونم دستوری واسه این بفرستم. اما یک سری سرور وجود داره، یک سری کامپیوتر وجود داره که اینها وصلن از این شبکه به اینترنت، که باز شما میدونید اینجا یه روتری وجود داره، اینا وصلن به این روتره در حقیقت تو شرکت و این وصل به اینترنت. یعنی اینها لبه شبکه هست، یا بهتر بگیم لبه اینترنت قرار دارن تو این شکل ما. این لبه بودن رو میگن edge of network. پس اون دیوایس هایی که مستقیم دیگه وصلن به اون شبکه میگن لبه شبکه. یه تعریف دیگه ای وجود داره، اینا لبه شبکه. یه تعریف دیگه ای وجود داره به نام access network or physical media. access network ها چیا هستن؟ به چی میگیم access network؟ connect host to first edge router. یه شکل نها کنید، شکل خیلی خوب. من اینجا جا داره این کلمه هاست رو به شما بگم. هاست منظور چیه؟ به همه همون ابزارهایی که ما توی شبکه داریم، مثل کلاینت ها، مثل سرور ها، کامپیوتر ها، همین کامپیوترهای ما اندی، یا اینا خودشون یا کلاینت ها یا سرور، موبایل ها، به اینا میگن هاست. یعنی این ابزارهایی که ما وصل میکنیم به سویچ و روتر و اینها، حالا به هر شکل فیبر و وایرلس و وایر وصلشون میکنیم، اینا میشن هاستای ما. میگه اون چیزی که این هاستای ما رو، این هاستای لبه اینترنت ما، میبینی این هاستا رو، اینا هر کدوم هاستن. این شکلایی که من روشون کلیک میکنم هر کدوم یه هاستن. میبینید اینا هاستن. میگه اون شبکه‌ای که ما رو میاره به اولین روتر، نه ایج روتر.
متصل میکنه میگن شبکه اکسس نتورک. یعنی توی این شکله ببین من برای اینکه وصلشم به این روتری که منو وصل میکنه به یه شبکه دیگه، میبینی این اج نتورک من توی این شکل کدوم اینه، توی این شکل اج نتورک من کدومه اینه، توی این شکل کدومه اینه، این اج روتر، ببخشید اج روتر من اینه، توی این شکل اینه. خب این اج روترها اون شبکه‌ای که اون دیوایس های کابل هایی که سویچ هایی که و روتر هایی که کابل سویچ روتر وایرلس که میاد من رو متصل میکنه به اولین اج روتر، به این میگن اکسس نتورک، که من دیگه اینجا به بعد اینترنت داره سیستمم. میبینی کور نتورک چیه؟ اون ISP ها رو بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی اونی که دیگه حالا شبکه‌های بزرگ، یعنی خودش داخل خودش یه شبکه این بود، این سویچ وصله، یه شبکه این دوتا هم به این وصله، این یه شبکه است به این وصله، به این سویچ وصله و اینا خودشون به هم وصلن، یه انترپرایز نتورک بزرگ به وجود آوردن. یا تو خونه شما اینا وصل شدن به یک جایی در ISP ها که توضیح دادیم اینا چی ان و چجوری کار میکنن و اینها تا یه حدی. به این ISP ها اصطلاحاً میگن بکبون اینترنت، ستون فقرات اینترنت. اینا جایی که دیگه ISP ها خودشون به هم متصل میشن، شما رو وصل میکنن به یک کامپیوتر اون سر دنیا و اینها، به یا ISP اون سر دنیا و وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که وقتی این کامپیوتره یه پیغامی رو میخواد بفرسته برای این کامپیوتره، از اینجا میاد میرسه اینجا، این حالا تصمیم میگیره، این بکبون تصمیم میگیره من بیام اینور، بیام اینور یا بیام بالاتر. این مسیریابیه توسط این بکبونه اتفاق میفته. شما فرض کنید ماشین سوار شدی اینجا، میخوای بری اینجا، خب اینو سوار میشی، میای به اولین سویچ، میای به اج روترت، وارد ISP میشی. حالا اینجا اون مسیریابی که وجود داره به شما میگه که این مسیر رو تشریف ببر تا برسی بریم. اینم از این توضیح که حالا میگه که این نتورک کور دو تا وظیفه مهم داره، یکی فوروارد کردن پکت ها، یکی روتینگ پکت ها. یعنی چی؟ یعنی شما این یه پکته، یه پیغام یه کامپیوتری داره میره، قرار از این روترها رد. وقتی وارد یه روتر میشه این پیغام شما میرسه به یه روتر. توی روتر اتفاقی که میفته، اول تصمیم میگیره که خب آقا این پکت که اومده از ورودی 1 باید بره بیرون، 2 بره بیرون یا 3 بره بیرون. یعنی توی یک روتر که خودش چند تا مسیر ورودی و خروجی داره، تصمیم میگیره از کدوم خروجی بره بیرون. حالا تصمیم بزرگتر اینه که از این روتر اومد، از این مسیرهایی که اینجا وجود داره، این اینجا 1 2 3 4 5 6 تا روتر وجود داره، از کدوم روترها قرار رد شه تا به مقصد برسه. به این اصطلاح هم میگن سویچینگ، به این که داخل یک سویچ یا روتر تصمیم بگیریم از کدوم ورودی وقتی وارد شدیم تصمیم بگیریم از کدوم خروجی خارج شیم. این که نه، در یک مسیر بزرگتر، دقیقا مثل حرکت ماشین دیگه، این میاد اینجا رسیده به سراحی، از کدوم سراحی بره و کدوم مسیر رو ادامه بده. و اینکه از کجا این مسیره، من از این مسیر برم که قرمز شده، یا می اومدم از این بالا هم میرفتم میرسیدم، از این پایین هم میرفتم میرسیدم. این ترافیک و خیلی چیزها در نظر گرفته میشه، یعنی چقدر پکت توی این مسیر وجود داره، چقدر پکت توی این مسیر وجود داره، بهینه ترینشون کدومه که من از کجا برم و به مقصد برسم. به این میگن روتینگ ما. دقیقا اینجا توی این شکل میبینید که یه نفری از این شهره میخواد بیاد بره توی این شهره، قشنگ این تصمیم میگیره که آقا من از این روتینگ اینجا گفته این مسیر 45 دقیقه است، میبینید این مسیر 48 دقیقه است، الان تصمیم میگیرم که از این مسیر برم. این در حقیقت این مسیر روتینگ من بود، این اتفاق روتینگ، تصمیم گیری روتینگ من بود که توی کور آف نتورک من انجام شد. حالا نه، رفتم توی همینجا رسیدم به یه سراحی، تو همین مسیر رسیدم به یه سراحی، از کدوم خروجی برم که این مسیر دنبال بشه و برسم، میشه سویچینگ یا فورواردینگ در حقیقت. ببینید شکل روش زوم کنید و ببینید خیلی دقیقه. پس این که من مسیر اصلیم کدوم باشه که روتینگ،
این که توی اون مسیر اصلیم وقتی به یه 3 راهی میرسم، به یه 4 راهی میرسم، از کدوم خروجی برم، این میشه فورواردینگ. و جالبه اگر لینوکس استفاده کنید احتمالاً این دستوری که الان میخوام بهتون بگم خیلی بهتره، این ولی تو ویندوز هم اوکیه، خیلی چالشی نداره. این محیط کامند لاین رو دیگه امیدوارم که همتون باهاش آشنا باشید. شما یک ابزاری توی ویندوزتون دارید به نام CMD و اینجا میتونید دستور بزنید. من اینجا یه دستوری می‌نویسم trace rt. یادتونه راجع به روتین صحبت کردیم. میخوام بگم که این دستور توی لینوکس اسمش trace route در حقیقت، حالا تو ویندوز trace rt. من میخوام بگم که آقا شما وقتی میخوای وصل به یه سایتی مثلا digicala.com فکر کنم اینها، چه مسیری طی میشه؟ یادتونه این شبکه رو بیارید، این شبکه خونگی منه، مثلا دیجیکالا توی شبکه دیگه اینجاست دیگه. من میخوام روترهایی که وسط رام هست رو ببینم. هر کدوم این روترها یه آدرسی دارن که بهش میگن آی پی. ما راجع به آی پی هم صحبت میکنیم، این کلمه این پروتکل رو صحبت کنیم، راجع به اینا هم صحبت میکنیم. هر کدوم اینا یه آدرسی داره. فرض کنید یه شماره تماسی در حقیقت داره که من از این هر کدوم از اینها که میتونم ببینمش. الان واقعا وقتی که میخوام از این شبکه خونم وصلشم به شبکه دیجیکالا، چه روترهایی رو در مسیرم میاد، این آدرس روترها رو میده. خب اولین کاری که کرد این بود که اومد گفت آقا شما میخوای، من دارم تریس میکنم مسیر شما به digicala.com و رفته آی پی دیجیکالا رو برای من آورده. میگه سرور دیجیکالا در اینترنت یه همچین آدرسی داره. سرور دیجیکالا در اینترنت یه همچین آدرسی داره. یعنی من از کامپیوتر شما باید برسم به این آدرسه. خب شروع کرد. این چیزایی که شما میبینید، این تریس رو چجوری عمل میکنه؟ من اینجا بکشم تا اون کارش تموم شه. خیلی ابزارا مثل نتکت، تریس رو تو اینا رو میخواید خیلی دقیق با هم دیگه بحث کنیم. حالا هر کدومش به جای خودش. من اینجا شبکه خونه من یه موبایل دارم. الان دقیقا همین کارو که چیزی که داره اتفاق میفته اینه که من یه موبایل دارم که نقش روتر من داره دیگه. یعنی من با این وصلم به اینترنت، هات اسپاتش کردم. یه لپتاپ دارم، با این لپتاپ وصلم به این. حالا اینجا شرکت دیجیکالا یه سروری اینجا داره، لبه شبکهش یه سروری داره که من وقتی میرم تو مرورگرم میزنم digicala.com، این فروشگاه اینترنتی رو به من نشون میده. بین ما چندین تا روتر وجود داره تو اینترنت. مثلا من وصل میشم با ISP خودم، اینم وصل میشه به یه ISP داره خودش، یا حالا پابلیک IP داره، حالا هر جوری که وصله، و یک سری مسیر وجود داره دیگه. مثلا فرض کنید من مثلا توی استان دیگه، بالاخره این پکته باید بیاد برسه به تهران دیگه، مثلا یک کشور دیگه هم باید بیاد برسه به ایران دیگه. اتفاقی که تو تریس روت میفته چیه؟ اینجا کلی سویچ هم وجود داره دیگه. اینا کلی سویچ اینجا وجود داره، اینا همه به هم دیگه مثلا به این مسیر به این شکل متصلن. تریس روت میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه ببین من میخوام از این مسیر مستقیمی وصلشم به این. میاد 3 تا پکت کوچیک میفرسته اول به این. یعنی پکت میره جوابش میاد، دوباره میره جوابش میاد، دوباره میره جوابش میاد. به شما میگه آقا من اولین روتری که بهش وصل شدم اینه، تو 3 میلی ثانیه هم رفت و برگشت این پکت ها زمان خواست. هر کدوم از پکت ها 3 میلی ثانیه رفتم به اولین که اومدم، که اولیش همینه دیگه، این روتر اول خودم. بعد میاد یه پکت دیگر رو دوباره از اول میفرسته به این، جوابشو میگیره. دوباره همین پکت رو میفرسته به این، جوابشو میگیره. دوباره همین پکت میفرسته به این، جوابشو میگیره.
به این میفرسته که دقیقا میاد به این روتر خونگی، میاد به این روتر اولیه، بعد میاد به این روتر دوم. پس اول رفت به اینجا برگشت، حالا میره به اینجا برمیگرده. میاد میگه آی پی اون، یعنی آدرس این 10.230 219 65. میگه من 3 تا پکت فرستادم. اولی 71 میلی ثانیه طول کشید، بعدی 45 میلی ثانیه، بعدی 31 میلی ثانیه. حالا شما میگید که آقا این چرا انقدر از 75 میلی ثانیه یه دفعه چجوری رسید به مثلا 30 میلی ثانیه؟ چرا پکت اول همین مسیر دیگه؟ خب شبکه ممکن شلوغ بشه، سرعت اینترنت ممکن کم و زیاد شه، کلی اتفاق ممکنه بیفته که این داستان رخ بده. بعد میاد میگه حالا یه پکت دیگه میفرستم به این روتر بعدیه، دوباره جوابشو میگیرم، دوباره یه پکت دیگه جوابشو میگیرم، یه پکت دیگه جوابشو میگیرم و تایم اونم به من میگه 69 36 29. شما شاید اصلا براتون جالب باشه این سرعت اینترنت در یک لحظه بهتر میشه. من روتر سوم رو زودتر و راحت‌تر روتر دوم دیدم و این تایم هی میره میاد و تا آخرین پکت که میره به خود سرور دیجیکالا، یعنی همه این مسیر رو میاد. پس توی تریس رو تو مرحله اول میریم به روتر اول برمیگردیم، تو مرحله اول میریم روتر اول، از روتر اول میریم روتر دوم، همین مسیر رو برمیگردیم. مرحله بعدیش میریم روتر اول، روتر دوم، روتر سوم، برمیگردیم. 3 تا پکت میفرستیم، میره میاد و این روترها این شکلی میشه. حالا اگه شما این رو توی لینوکس زده بودی، بعد این روترها اسم دارن و اسمشون رو هم به شما نشون میدن حتی، یعنی میگه این روتر اولی که وصل شدی اسمش هم اینه. اگه لینوکس داشته باشید و بزنید این رو میبینید. و میبینید که میگه من به بعضی این روترها وقتی ستانده فرستادم پکتم لاس شد، جوابی نیومد، مجبورم دوباره بفرستم. شما اینترنتتون قطع کنید، ترستروت بزنید، هی ستاره میخوره، میره میگه نمیبینمش. مثلا ترستروت اینترنتتون رو قطع کنید و میبینید که نمیتونه اون رو ببینه. پس ما امروز یه بیشتر از 1 ساعت نشه ویدیوها راجع به مفهوم شبکه صحبت کردیم، راجع به اینترنت به عنوان بزرگترین شبکه کامپیوتری صحبت کردیم، یه شکلی دیدیم. توی این شکله که من دوست دارم به عنوان آخرین کاری که اینجا انجام میدیم این رو بیارمش. یک دوره کوچیکی بکنیم این بحثا رو که انجام دادیم در حد 2 دقیقه 3 دقیقه. خب کیفیتش بد شد. خب. ما راجع به اینا صحبت کردیم، گفتیم که آقا ما یک سری دیوایس و یک سری موجودیت داریم به اسم هاست که با هم دیگه از طریق کابل هایی یا به صورت وایرلس از طریق سویچ و روتر به هم دیگه متصلن و دیتا جابجا میکنن بین هم، اینترکامیونیکیت دارن با هم دیگه. و اتفاقی که میفته اینه که این صحبت کردنه و اینترکامیونیکیتی که اینها با هم دیگه دارن بر اساس یک قاعده و قانونی انجام میشه که بهش میگیم پروتکل. این پروتکل توش تایمینگ مهمه، فرمت مهمه، سیکونس هم مهمه، دقیقا مثل پروتکل های انسانی. بعد گفتیم که توی این شبکه یه جاهایی یه دیوایس هایی مثل این، هاستایی مثل این، یا هاستایی مثل این موبایله، یا هاستایی مثل این موبایلی که توی این ماشینه، یا مسیریابی که به این ماشینه، مثل این کامپیوتره، مثل این سروره. اینها بهشون میگیم ایج آف نتورک، یعنی دیوایس هایی هستن که مستقیم خودشون دارن اینترنت رو میبینن، یعنی وصلن به اینترنت. ایج آف نتورک بهتر بگیم که وصلن به اینترنت به عنوان یک شبکه بزرگتر. و یک سری سویچ و پکتی وجود داره این وسط. گفتیم این سویچ ها به شکلاش هم دیدیم توی اینترنت، اینا با کابل اینترنت. حالا اگه سویچ این شکلی باشه، ممکن سویچ تو وایرلس باشه با پکت های مثلا وای فای اتفاق میفته. این سویچ ها کامپیوترهای ما وصلن به یک سویچی همه و این سویچ ها همدیگر میبینیم. اونجایی که شما گوشیتون رو
وایرلس میکنید، هات اسپات میکنید، 5 تا رفیقت برات وصل میشن، یه گیمی میزنید، گوشی شما نقش اون سویچ رو داره. گوشی شما و اون هات اسپات شما، مودم شما نقش اون سویچ رو داره. اینا به هم دیگه وصلن. روترها چیه؟ بس این شکل تا اینجا یه شبکه است. اینجا هم یه شبکه دیگه است. اینجا هم یه شبکه دیگه است. خب و اتفاقی که میفته چیه؟ این شبکه ها از طریق روترها به همدیگه متصل میشن. یعنی شبکه مثلا دانشکده کامپیوتر فلان دانشگاه از طریق یه روتری که 10 تا توش هم رفتید تو دانشکده دیدید، اون سویچ که نشونتون دادم قطعا تو کلاس ها اینا معمولا هست یا تو راهروی دانشگاه، وصل میشه به دانشکده مثلا علوم پایه از طریق یه روتری. سویچ این با سویچ این یه فینی، یه کابل، یه چیزی بینشونه، به یه روتری وصله که اینا همدیگه رو میبینن. اتفاقی که میفته چیه؟ گفتیم این شبکه‌ای که از کابل ها و سویچ ها و روترها که ما رو میرسونه به ایج آف نتورک. ایج آف نتورک ما ایج روتر ما این سبزاییه که من میکشم، این ایج روتره. این ایج روتره. روتری که دیگه وصل به اون شبکه بعدیه. این ایج روتر. این ایج روتر. حالا دیگه تو آی اس پی خیلی ایج روتر معنی نداره. حالا اینم ایج روتر. این شبکه کابل ها و سویچ های وایرلس یا غیر وایرلس که ما رو وصل میکنه به اولین چیز بهش میگن اکسس نتورک. و گفتیم این وسط یک چیزی وجود داره به عنوان بکبون، یعنی کور آف نتورک، هسته شبکه. این هسته شبکه این آی اس پی ها هستن که دو تا کار میکنن. وقتی ما یه پکتی رو میخوایم از اینجا ارسال کنیم بیاد برای این موبایل، از تلگرام خودمون به این تلگرام میخوایم یه پیغام بدیم، این که من از کدوم مسیر بیام. ببین چندین تا مسیر اینجا وجود داره. خیلی شکل داره شلوغ میشه ولی بدم نیست، بذارید بشه. چند تا مسیر داره. این مسیر قرمز من دنبال کنید. میام اینجا، از اینجا میام اینجا، میام اینجا. میتونم بیام این ور، میتونم بیام اینجا، بیام اینجا، اینجا. میتونم بیام اینجا. اینی که این بر من تصمیم میگیره که من از این مسیر بیام، سریع ترین مسیریه که میرسم به این جا. این بهش میگیم روتینگ، مسیریابی. مثل همون مپه که نوشته بود یه مسیر 48 دقیقه است، یه مسیر 45 دقیقه است، از کدوم مسیر. این کور آف نتورک داره تصمیم میگیره. حالا وقتی من دارم این مسیر میرم، توی این به یه سراحی میرسم، مسیر 1، مسیر 2، مسیر 3. این که از کدوم این مسیرها برم که تو اون مسیر هدفم قرار بگیرم بهش میگن فورواردینگ. این رو هم کور آف نتورک تصمیم داره میگیره. ببین بچه‌ها این کلمات خیلی دیگه مهمه. یعنی این به بعد وقتی میگیم داریم ما مثلا میگیم آقا یک شبکه‌ای داریم تو اکسس نتورکش اینجوریه، یک شبکه‌ای داریم فلان چیز لبه شبکه است، ایج آف نتورکشه. یه شبکه‌ای داریم یه روتر داره، یه سویچ داره. تفاوت اینها رو خیلی خوب باید بدونید و بدونید که چه اتفاقی میفته. تو جلسه بعدی راجع به لایه‌های OSI شبکه صحبت می‌کنیم و اگر فرصت بشه راجع به پروتکل‌های لایه شبکه به خصوص HTTP ما وارد HTTP بشیم، چند جلسه بحث کنیم، نتکت ران می‌کنیم، راجع به این انواع گت و پست و ایناش صحبت می‌کنیم. یه ابزاری به اسم وایرشارک من میارم بالا اینجا. پکت رو دقیقاً ببینید که چه پکتی از مرورگر شما میاد تو کارت شبکه شما، میره تو کابل ایترنت شما، میره توی روتر، میره اونجا و چه جوابی از اونجا برگشته که شما تو مرورگرتون مثلا فلان سایت خبری یا فلان سایت بازار فروشگاهی رو مشاهده میکنید. امیدوارم که مفید بوده باشه ویدیو براتون. حدس من اینه که ما 10 جلسه‌ای با نتورک همراهتونیم، چون میخوایم وب سرور بیاریم بالا، یه ذره جاوا اسکریپت کار کنیم، یعنی هم برنامه‌نویسی میخوایم توش کار کنیم، هم شبکه و اینها، تا اون مقدمات و پایه‌های ما برای ورود به دنیای امنیت به خوبی چیده بشه. ممنون میشم که اگه نظری داشتید برای اینکه کلاس بهتر بشه، کیفیت ویدیوها بهتر بشه، حتما به من بگید. موفق باشید. خداحافظ.